سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، دانشجویان گرامی و همکاران محترم. در این جلسه ما میخوایم در مورد مکانیسم عمل هپاتیت های RNA دار و DNA دار صحبت کنیم. در جلسات قبل ما در مورد انواع ویروس های هپاتیت، راه های انتقالشون، راه های درمانشون و خیلی نکات صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم بدونیم که چطور حالا یه ویروس هپاتیت میاد باعث تخریب کبد میشه، چطور وارد سلول میشه، توی سلول وقتی وارد میشه چه کار میکنه. دوستان عزیز، همونطوری که توی این شکل میبینیم ویروس های هپاتیت های RNA دار که RNA های مثبت هم دارن، وقتی ژنوم خودشون رو وارد سلول میکنن از طریق بدون کپسید شدن، یعنی کپسیدشون رو از دست میدن، RNA شون رو در معرض دید قرار میدن. حالا این RNA ویروس که به تنهایی نمیتونه بیماری ایجاد کنه، یعنی RNA باید به سایر قسمت‌های ویروس متصل بشه تا بتونه یه ویروس جدید دیگه‌ای رو بسازه و به این صورت باعث ایجاد بیماری بشه. و برای ایجاد سایر قسمت‌هاش هم نیاز به یه سری پروتئین داره. حالا یه چیزی میدونید که رمزهای ساخت این پروتئین ها همشون تو همین ژن قرار دارن؟ همین ژن RNA. آره دوستان، این ژن کل اطلاعات رو داره. این اطلاعات رو داره ولی دستگاه ساخت این اطلاعات رو نداره. ویروس خیلی زرنگ وارد سلول ما میشه و چون دستگاهش رو نداره میاد از دستگاه سازنده سلول های ما استفاده میکنه. یعنی در واقع از همون ریبوزوم استفاده میکنه. ریبوزوم هم که مطمئناً کامل میشناسید، یه پروتئین دو قسمتی هست که یه بخش کوچک و یه بخش بزرگ داره. حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. میاد چیکار میکنه؟ اطلاعاتی که روی ژن RNA ویروس داره رو میگیره و طبق همون اطلاعات آمینو اسیدها رو به هم میچسبونه و پروتئین میسازه. در واقع پروتئین هایی به هم چسبیده میسازه. ولی دوستان، ریبوزوم فقط زبان RNA رو میشناسه. پس ویروس هایی که DNA هستن چیکار میکنن؟ حتما بهتون میگیم. پس وقتی بقیه پروتئین های ویروس رو میسازه، ما یه سری پروتئین های ساختاری داریم، یه سری پروتئین های غیر ساختاری داریم. پروتئین های ساختاری مثلا کپسید، یه سری پروتئین های مخصوص ساخت کپسید رو میسازه. ولی میاد چیکار میکنه؟ یه سری پروتئین های RNA پلیمراز هم میسازه. خب RNA پلیمراز به چه درد ما میخوره؟ چیکار میکنه؟ میاد از روی RNA کپی برداری میکنه و یه RNA دیگه مثل خودش میسازه و هزاران RNA دیگه میسازه. بعدش میاد یه سری آنزیم های مورد نیاز ویروس هم میسازه. بعدم در نهایت این ساختارها به هم متصل میشن همونطوری که تو شکل میبینیم و ادغام میشن توی دستگاه گولجی و در نهایت ما یک ویروس کامل داریم. نه تنها یک ویروس، ما هزاران ویروس کامل داریم تا جایی که میان باعث لیز سلول میشن، یعنی این که میان به سلول آسیب میزنن و آزاد میشن. البته یادتون باشه بعضیاشون لیز نمیکنن. یکی از راههای آزادسازی لیز کردن سلوله. بعضیاشون هم از سلول جوانه میزنن و خارج میشن که حالا بیشتر بهشون بعدها میپردازیم. مکانیسم عمل هپاتیت‌های RNA دار تقریباً ساده هست، خیلی پیچیده نیست. اما در مورد هپاتیت‌های DNA دار بریم یه ذره صحبت کنیم که یه مقداری پیچیده تره. چرا؟ به خاطر اینکه هپاتیت‌های DNA دار DNA دارن، RNA ندارن. باید یه سری پروسه هایی انجام بشه تا این DNA شون رو تبدیل به RNA کنن که اون وقت بتونه مورد استفاده ریبوزوم قرار بگیره. خب بریم در موردش صحبت کنیم. ویروس در ابتدا از طریق یه سری گیرنده هایی که حالا متصل میشه به سلول، به اون گیرنده ها متصل میشه و وارد سلول میشه. بدون کپسید میشه و DNA خودش رو در معرض دید قرار میده. خب تا اینجای کار DNA شو خارج کرد. اگر بخوایم در مورد ویروس هپاتیت B بگیم، اگه یادتون باشه دارای DNA حلقوی ناقص دو رشته‌ای هست. همونطوری که میبینید توی شکل یه قسمت‌هایش ناقصه.
پس اول از همه باید این قسمت‌های ناقصش رو کامل کنه، یعنی خودش رو ترمیم کنه و بعد که حالا از روی اون فرم ترمیم شدهش بره حالا بقیه مراحل رو طی کنه. برای این کار چی کار میکنه؟ میاد این عمل رو از طریق آنزیم پلیمراز خود ویروس انجام میده. یعنی خود ویروس یه آنزیم پلیمراز داره که میاد خودش رو کامل میکنه و بعدش هم یه سوپر مارپیچی تشکیل میده. اون حالت مارپیچی کامل رو به دست میاره. خب حالا برای اینکه بخواد این DNA رو تبدیل به RNA مسنجر کنه نمیتونه این مراحل رو دیگه خودش انجام بده. در واقع ما نیاز به یه RNA پلیمراز داریم، RNA پلیمراز وابسته به DNA که بیاد از روی DNA RNA بسازه. حالا میدونید RNA پلیمراز کجا قرار داره؟ توی هسته سلول ما. ویروس هم دقیقاً میدونه که RNA پلیمراز توی هسته سلول ماه. پس چیکار میکنه؟ DNA خودش رو میرسونه به داخل هسته ما و توسط RNA پلیمراز وابسته به DNA میاد اونو تبدیل میکنه به RNA با پولاریته مثبت، یعنی mRNA، که این mRNA که حالا ساخته همون اطلاعات ویروس رو داره، اما دیگه به زبان RNA نه به زبان DNA. در واقع میاد 2 تا mRNA میسازه، 2 نوع mRNA میسازه. یکی از این mRNA ها رو بهش میگن ساب ژنوم و یکی از این mRNA ها رو هم بهشون میگن پرژنوم. حالا فرقش چیه؟ اونایی که ساب ژنوم هستن میان تولید پروتئین های ساختاری میکنن، پروتئین های خاص ویروس، مثلا پروتئین های پریکپسید و اینا. و mRNA های پرژنوم در واقع میان آنزیم هایی که همانندسازی ژنوم ویروس رو انجام بده رو میسازن و در واقع میشه گفت که هم این mRNA های ساب ژنوم و هم mRNA های پرژنوم هر جفتشون همونطوری که تو شکل میبینیم هر دو میرن به داخل سیتوپلاسم. وقتی که به داخل سیتوپلاسم میرن چه اتفاقی میفته؟ وارد ریبوزوم میشن و پروتئین های لازم رو میسازن، پروتئین های ساختاری لازم. ولی یه چیزی، اینا وقتی از سلول اومدن بیرون توی سیتوپلاسم، حالا ما باید دوباره برای ویروس های جدید DNA دو رشته ناقص رو بسازیم. چون وقتی پروتئین های ساختاری ساخته شدن ما باید داخلش تو مرحله ادغام DNA دوباره وارد کنیم، چون ویروس اورجینال ما DNA داره، DNA دو رشته ناقص داره و از نوع حلقوی هم. چطور این عمل رو انجام میده؟ میدونید چی کار میکنه؟ روی mRNA ویروس رمز ساخت یک آنزیم خاصی هست که اون آنزیم DNA پلیمرازی هست که وابسته به RNA است که میاد RNA رو میگیره و به صورت معکوس به DNA تبدیل میکنه. یعنی از RNA الگو برداری میکنه و DNA رو میسازه، یا به نوعی دیگه میشه گفت زبان RNA دوباره با همون شکل تبدیل میشه به زبان DNA. ولی این کار رو از روی اون mRNA پرژنوم انجام میده. ما گفتیم RNAمون RNA پرژنوم داریم و RNA ساب ژنوم داریم. این RNA پرژنوم وارد کپسید میشه و در داخل کپسید تبدیل RNA به DNA صورت میگیره. پس یادتون باشه تبدیل RNA به DNA در داخل کپسید انجام میشه. بله دوستان، که بهش میگن رونویسی معکوس. پس دقت کنید که رونویسی معکوس توی سیتوپلاسم سلول‌های ما انجام میشه، اما در داخل پروویروس، یعنی ویروسی که هنوز کامل نیست، کپسید داره، RNA داره. نمیشه بهش گفت ویروس چون که هنوز در مرحله پروویروسه، چون هنوز ویروس کامل نشده. باید در واقع توی DNA دو رشته‌ای حلقوی ناقص داشته باشه. و ما در اینجا یک کمپلکس بینابینی RNA DNA داریم. تو مرحله بعد ما حذف RNA پرژنوم داریم و سنتز زنجیره DNA ناقص. تو مرحله بعد این پروویروس انولوپ خودشو از شبکه اندوپلاسمی و گولژی میگیره و پوششدار میشه به همراه گلیکوپروتئین های سطحیش که خیلی هم مهم هستن. و در نهایت هم
ویروس ساخته شده از سلولهای ما با جوانه زنی خارج میشه. لیز نمیکنه. همونطوری که توی شکل میبینیم با جوانه زنی خارج میشه که این ویروس ما گفتیم که HBs آنتیژن هم داره که خیلی مهمه برای شناسایی و تشخیص. یه نکته مهمی هم هست و اون اینه که در بعضی از شرایط توی عفونت‌های مزمن DNA ویروس که رفته بود توی هسته میتونه خیلی زیبا خودش رو وارد ژنوم سلول ما کنه. اون وقت میتونه باعث هپاتوکارسینوم اولیه بشه. این ویروس خیلی ویروس مرموزیه. خب دوستای خوبم، تا اینجا ما در مورد مکانیسم ویروس هایی که حالا RNA دارن و DNA دارن صحبت کردیم. اما فکر میکنید که این روش تنها روش آسیب به سلوله؟ نه. ویروس ها از طریقای دیگه هم به سلول آسیب میزنن. توی جلسه بعد در مورد این مبحث بیشتر صحبت میکنیم و اینکه علائم هپاتیت که یه نفر وقتی هپاتیت میگیره چه علائمی داره، تمام علائم رو با مکانیسم و دلیل بهتون میگیم. ممنون از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که مطالب این دفعه هم براتون مفید بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.